لبندش خوبه چش چش چش، خمارش خوبه زن زن زن. لبندش خوبه هرچی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد. بچینش بچینش هرچی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد. بچینش بچینش آسون، از این رو به اون رو دل می کنم آسون، از این رو به اون رو. هر چی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد. بچینش بچینش هر چی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد. بچینش بچینش بلندش خوبه دل دل دل، کمندش خوبه چش چش چش، خمارش خوبه زن زن زن. لبندش خوبه هرچی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد. بچینش بچینش هرچی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد. بچینش بچینش درد برات بخوره تو کاسه سرم. پس چرا نمیای عروسک که قشنگم؟ من که جون بسر شدم. دارم میام. تو هم چقدر کم طاقتی. آخه دست خودم نیست. صبح باش کبوتر قشنگم صبح شد. جونی مگه تا حالا داماد نشدی ها؟ چرا شدم؟ خیلی هم شدم. اما تو یه معجون دیگه هستی، معجون افلاطونی. چرا چراغو خاموش کردی؟ بذار اون هیکلتو که مثل ترکه درخت آلبانو میمونه تماشا بکنم. الهی قربت برم نقلت بشم. الهی درد برد بکن تو سرم نقل آدومم. من سگ هاری هم از موچه دستت میگیرم. من چه کاریت ندارم. فقط بودم یه چیزی در گوشت بگم. میخوام بگم که تصدقت بشم. الهی یادتو برم عزیز دلم. اینقدر فرام قمیشنه قربونت برم. الهی فدای لبات بشم من. الهی آمین. ماچ مالی کردم. پاشو گرفتم تو بغلم دستگیری کردم. خواهش میکنم من که گناهی نکردم. آقای جانبرو خواهش میکنم من که گناهی نکردم. به من چیکار دارید؟ بعدا من بگم. آقای جانبرو خواهش میکنم غلط کردم. خواهش میکنم آقای جانبرو.
خواهش کنم نه نزد خدا خیلی بهتون رحم کرده رشید خان. هرچی فکر میکنم اصلا شبیه یه تصادف نیست، مثل اینکه یه گوریل بهتون حمله کرده. من که بهتون گفتم دکتر تصادف کردم. به هر حال یکی دو روز دیگه میتونین این بانده رو باز کنین. فعلا خدا حافظ قربان. به سلامت آقای دکتر، خوش اومدید. بله باید صدقه بدیم قربان، خیلی خطرناک بودید. سلام قربان حرکت نکنیم براتون خطر داره، خاک بر سر من کنه قربان. خبر کردی احمق؟ هیچ میدونی که اگه این موضوع جایی درس کنه اون وقت زنم بلایی بدتر از این سر من. ولی قربان چی؟ این درست نیست که ما سکوت کنیم با اون وحشی راحت بگرده و با پولا کیف کنه. از اون گذشته تکلیف مدارکی که داد نزنید. اون مدارک اینقدر مهم نیست. تکلیف اون پولا و چکا که یارو کش رفته بود چی میشه قربان؟ پولا و چکا به جهنم. من فقط دلم میخواد یه نفر پیدا بشه و همین بلایی که به سر من آورد سر اون حیولا بیاره تا دل من خونک. خدا مرده. اگه به پلیس اطلاع بدیم اونا هر جور باشه پیداش میکنن قربان. نه احمق جون، اون وقت میخوای روزنامه ها دست از سر من ور ندارن؟ آره پس چیکار باید کرد قربان؟ حالا بهت میگم. اگه میخوای من ازت راضی باشم باید بگردی یه گردن کلوف گیر بیاری تا بتونه دک و پوز اون حیولا رو خورد بکنه. چشم قربان. حالا اومدیم اون آدم رو پیدا کردیم، از کجا اون قول بیابونی رو پیدا کنیم؟ خب معلومه احمق جون، هر جا که اون زنی که باشه اون قول بیابونی هم اونجاست. در ثانی تو به این کارا کاری نداشته باش، تو فقط بگرد گردن کلوف پیدا کن، بقیه‌اش با من. کاری میکنم که خودش بیاد تو این خونه، بعد میدونم چه برنامه‌ای براش درست بکنم. حالا فهمیدم قربان. حالا که فهمیدی دلم میخواد بگردی یه گردن کلوف گیر بیاری که بتونه از پس این یارو بر بیاد. چشم قربان. چیزی که فراور گردن کلوف قربان. بله آفرین روح الله. فکر پولشم نکن، فقط بی گردن کلوف بر نگرد پیش من. با گردن کلوف بر میگردم قربان. مطمئن باشین قربان، یک کسی رو براتون گیر میارم که اون قول بیابونی پیشش مینی قول باشه. امریز قربان، مرتون زیاد. خدا حافظ. مواظب خودتون باشین قربان، از جاتون تکون نخوره قربان. تمام این رخت و لباس میکنه 73 تا تکمیل. شورتت هم باید در بیاری. باشه اینم شورت که تکمیل بشه. باشه. بفرمایید. یکی دیگه زیرش دار. دست بده. خیلی کلکی. غیر ناموس همش بانک. واسه یه دفعه که شده با حسن فابد و لاخت و پتی بفرستیم خونه پیش ننش. آره در اون دهنه گالته میذاری یا پاشم گل بگیرم دا. مگه 40 دفعه تو ما رو لخ کردیم و حرفی زدیم؟ تو هم بهتره شیرین زبونی تو بذاری واسه عمت. آقایون خفه میخوام ورق بدم. ماشین دودی رفت نوبت شما. یالا بینم کارت اینم کارتیه. بازم ورق میخوای یا برم واسه خودم آق پسر؟ تازه پا شده. با عزت میخوام بانکو بزنم. نه بانکو؟ پسر تو طویلرم نمیتونی بزنی چه برسه به بانک. آیون شاید باشی میخواد بانکو بزنه. کارت اینم کارت، البته کارت دعوت واسه باختن. اینم یه 21 ترتمیز مخصوص خود حسین پابت که لخت و پتی بره خونه. کجای حسین آقا؟
نفهمیدم. من شما نشنافین که میگن چیزا دیگه پاشو میگم من نشنافین که میگن وقتی شنافتم اومده آدم که کونی کردم واسه این دل پاک باختن شیرین زبونه که کفتره رو زیر دامه کلاخه نیگاه که گرد خاکی شده انگاه 16 تا قالیچه تکن نگرده برو دست نگرده آقا نگرده منو برسه آیت شد انصافت شد بفرما نگرده جون حسن پاور چاکرم نوکرم محرسم نگرده معرفت شد داشت قربون دسته مورد زمین قبل خونه این المیمون لختی ده خیلی خب بیا بالا دل خدایا خودمون به خودم بازم چاکرم داشت معرفت شد نوکرم خدا تا شکر آی مصیبت اسم من رولا هست اما بهم میگن رولا خان اسم من هم حسن آقا اما بهم میگن حسن پاور پاور دیگه چیه؟ خان دیگه چیه؟ خان؟ معلومه واسه این که من مباشر خانم پاورم معلومه دیگه واسه این که هر کیو میزنیم به اسم یکی دیگه در میره تو قمارم هیچ وقت شانس نیاوردم رو این حساب بهم میگن حسن آقا پاور حالا چرا لختی؟ من تو مستحقی اگه دنبال چیز میزی میگردی کور خوندی اتفاقا درست حرف زدی دنبال یه چیزی میگرده قربونت برم داداش همین گوشه کناره نگردار ما یکی رو نهیده بگیر خدا رو شکر میبینی که لختم و چیزی ندارم نگردار اشتباه تو همین چاست تو همه چیز داری جونم کجاست آقای خان؟ او که نمیدونی من دنبال یه مرد میگردم که عرصه و لیاقت داشته باشه تا از پس یه آدم گردن کنه بر بیاد خب این از اول میگفتی بی بخار چی فرمودی؟ عرض کردم بی بخار خب معلومه دیگه کسی که دنبال گردن کلفته کرده حتما خودش بخار یختو ولی من واسه خودم نمیخوام اربابم خواسته که یه نفر رو پیدا کنه دیگه بدتر معلومه اربابت هم تو بی بخار تره حالا نگفتی دنبال کی میکردی؟ یه گردن کلوف به اسم قلوموسیبی فاتح که خدا بیامرزتش نکنه برای سرش اومدی؟ نه با کجای کاری پارسال تا حالا که سیبیلاشو دود دادم تفته که خونه نیشی شده کی؟ شما دود دادی؟ آره حاجی چطور که؟ والا چه عرض کنم جوستون که خیلی ریز و فلفلیه اساس مطلب همینجاست کجاست؟ تا چشتون به یه گنده میفته بادشو میبینین زرتی قلاف میکنین و جا میزنین کاش امرو بودیو میدیدی که 6 تا از اون گنده ها رو چجوری لطو پار کردم پس شما میتونین از پس اون قولم بر بیاین بله؟ والا اول باز ببینم طرف کامل هست یا نه از این بابت خیالتون راحت باشه فقط اینو میدونم که با یه مش در خوب کرده اومده تو حتما تخت سلایه بوده این چوب گردوی اصلی بوده ببینم ناراحتتون کردن؟ نه بابا هرچی فکر میکنم میبینم قابل نی بهتره که من دیگه پیاده بشم گوش میشم اگه شما این کار قبول کنین ارباب همه چی بهتون میده هر چی پول بخواین بهتون میده آره پول یعنی چی؟ اصلا کار من با این بابا فرق میکنه اون در شکن من سر شکن خدای نکرده اگه یکیش از دستم در و خونش بیفته گردنم اون وقت چی من ای بابا اشکالی نداره خب یه خورده یواشتر بزنی باش خب حالا باز کجا بریم؟ بریم توی یه کافه اونجا همه چی رو براتون تعریف میکنه بفرمایید تو قربان چند وقت بود نه پریزی نکرده بودی
شلوغه بریم نیا کنیم ما رو چشمی تحویل میگیرن باخت نفسه گره این حالا عزت رو ببین شوکت رو ببین حرمت رو ببین رسم ببین گفتی گردن رو نگاه اخ مردمت گردن کلفتی بگو یه نفر بزنیم آخه گردنش اومده یه خود گردن رو جگر بذاری گل بدن پیداش میشه یه نفر به تمرگاهی بستی بر گل با کش بابا این تفلکی چه گناهی داره؟ یارو قوله رو نشونم بده. من که نمیشناسمش بهتر بری از خودش بپرسی. کجا داری میری؟ از اون یارو که میگم باز خورته کو ببینم حال اینجا
متشکرم. شنفتم آقا جرن کلوف تشت دارن. از شکل شمایلت پیداست که خیلی گرد و خاک کنی، چون یال کوپالت که خیلی خاکیه، نکنه تازه تکندنت. اینجا کافه جنتلمن هاست، تو گلا گفته چه چیکار میکنی؟ الان با شراب ازت پذیرایی میکنم. دکو دلخور نشو، پپسی هم اضافه میکنم بش. اینم یه خوره عرق که بشه مجون حلاحه. اینم واسه مایش که فقیر نشه. اینم یه نون دراز. اینم یه لیمون آب رودخونه یه حراز. حالا گلارم واسه آب میدم. جناب گارسون یه سگ آب خوردم بیار واسه آقا. نه بهتره گلاره در بیارم واسه گل ریزون کنم. اینه تو شد یخی یه چیزی بگو. ده کفتم بالا اومدم. جیگرش نداری، مرد نیستی. اگه مرد بودی میخوای سرنوشت رو عوض کنی. سرنوشت عوض میکنی؟ پچه 4 سوار سرنوشت داشتیم نه اگه فهمی. اینی چه خاکی به سرم شد؟ حلمون خاک بر سر من حلمون یه دقیقه بایستا ببین چی میگن. نیم دقیقه با نمیفهم. باره خدا بایستا کارت دارم، لام هستم اینجا، فقط من هستم و تو. بایستا ببین چی میگن. بایستم که اینجور چونم داغون بشه. بی خود داری فرار میکنی. بایستا نفس کار داشت تموم میشد. چرا این کار کردی؟ چرا جا زدی؟ تو که به اون خوبی شروع کردی چرا جا زدی؟ من که بهت گفتم به من میگم پابر، دیر جنبیده بودم الان سینه قبرستون بودم. این دروغه. همه تو کافه با چشم خودشون دیدن که اونجاست. مرد حسابی تو که از اول میدونستی یارو انقدر مقویه، چرا به هم نگفتی؟ بهت که گفته بودم درو با یه مش خورد میکنه. جلل خالق، این دیگه چه جور جونوری بود؟ ببین آقا پابت، اگه تو بخوای بازم میتونی. چی رو میتونم؟ مرد حسابی مگه بالا خونت عیب داره؟ فقط کافیه یه لنگ گوششو بدی ببرم واسه رشید خان. من سگ کی باشم که بتونم دوباره نگاش کنم؟ هر چی بخوای بهت میگم. اگه بانک ملی رم بدی حاضر نیستم تو چشش نگاه کنم. این حرف اول آخره که؟ آره حرف اول آخرمه. حالا که نمیخوای پولدار بشی یکی دیگه رو پیدا میکنی. باش اومدی بارو به جهنم، بارو که دیگه بر نگردی. باشه ما رفتیم، خدا حافظ. نه خیر، این واسه جاهل افته. آقای خاتون ببین آقای فلونی پس قبول کردی؟ چی رو قبول کردم؟ من یه رفیق دارم که خیلی وقت دور اینجور کارا رو خیب کشیده و گشته کنار. اگه بتونیم رازیش کنیم تنها اونه که از پس اون بیابونی برمیاد. خب البته اهل پول مول نیست. باز با یه نقشه تر تمیز بریم جلو. اسمش چی؟ اسمش اوناش خودشه. کجای خاتون؟ بگو خان. خاتون باشه خاتون. بره. آقای پابت جان مادرت بذار من برم، من گردن کلوف اگه بره میگم اسم آقا شقت کنه با. پس من میرم بیرون مامیست. نه خیر باز همینجا بسته. نگاه کن الله اکبر، عجب حیبتی، عجب سلامتی. بهش میگن اسمال گاب کش، 10 تا گاب و حریفه. فقط مواظب باش تو پرت و پلا نبندی. اختیار دارید به جان مادرت اگه لیام تا قبر بذاره به جان همشیرت شیری زمونیت هم بذار واسه عمت. یادت باشه وقتی دارم با آقا اسمال اختلاف میکنم پارازیت بل نکنی ها. چشمی ریتا
سلام علیکم آقا اسمال. با سلام به روی ماهه. آقا اسمال کوچیک. بزرگی تو کجا و اینجا کجا؟ پارسال دوست امسال آشنا. قربون شما آقا اسمال، همه جا زیر سایه شماییم. آقای خاتون خدمتتون معرفی میکنم. آقای چی؟ خاتون. عرض کردم خاتون. ببیا این دیگه چه جور اسمیه؟ خوشبختم. منظورشون روح الله خانه. قربان تو خلات زودتر بنار. میناله. این که انقدر قلفیه چطور دنبال تو را افتاده؟ مشکل همینجاست آقا اسمال. مشکل چی؟ اصلا عرض میکنم اسمال خان، آقا رو که میبینید دکتره. بله. لابد اومده گاوا رو معاینه کنه، تو هم اومده که پارتیش بشی. آره نه با آقا اسمال کجای کاری؟ ایشون دکتر روانشناسه. خوشبختم. قربان نکرده. بله ایشون دکتر روان. عالیمه. خب بعدش آره آقایی که شما باشین دکتر اربابی داره که اربابش هم یه جیگری داره، جیگرش هم یه دیگری داره. بس کمکه زده به کلت. به مسخره مبارک خلاف عرض نمیکنم. خب ما رسانه نه. یارو گنده دختره رو چیز خور کرده، بردتش کافه اشرت، دستشو بند کرده. خب لابد کافه رو دوست داره. نه آقا اسمال دختره پاکه، معصومه، طیبه، طاهره، اما اون یارو گنده دستالشو تو کافه بند کرده. اربابم که هیچ جور حریف یارو گنده نشده، بنده رو فرستادن که بیام خدمت شما که بلکه بتونی دختره رو از کافه بکشی بیرون. نه داداش کور خوندی، دور ما یکی رو قلم بکش. اما تو حسین پاورد اگه یه دفعه دیگه از این لقمه واسه من قاضی بگیری جفت گوشاتو میذارم کف دسته. اختیار دارین آقا اسمال. کی دیدی که ما بی راه بیم خدمتتون؟ همین که گفتم، حالا زود بزنی به چار. ولی قربان به خنجر مقدستون قسم این درست نیست. شما باید قبول کنید. کی گفته که من باز قبول کنم؟ من عرض میکنم قربان. شما به گور پدرتون میخواندی قربان. ببین پاشد به شرفتون کردم. قربان نکردم. این هر 3 ساعت که منتظرش نکنی نیاد. اگه حوصله کنی و دند و روجیگر بذاره دیگه پیداش میشه. ببینم اگه قبول نکرد چی؟ اونش با من. تو فقط زیپ دهنتو بکش به تمرگ گوشه. اونه هاش آی باب کش داری میاد. کونه هاش این رسته دستان رسته که فقط رفت. آره بلاشو بپر بالا. جناب آقای پاورد بنده خیلی میترسم. باکت نباشه عمو حسن باته. بالا بینم هوای من کاملا داشته باشی. نه تو راننده برو. دامت بلقه با تو که هنوز اینجایی پسر. به تلپارتم که بری باید میام. بابا رو تو شکر تا نزدم گرم و داغونت نکردم. برو گورتو گم کن. واسه چی آخه واسه چی هست آقا؟ حالا تو جمجی قدم زنون بچه جان روتو کم کن مردم. آخه باجول ارزم. بابا حسین تا مردم خیال بد نکردن برو پیکار. هیچ وقت نشده که برفام گوش نکنی. اون ممه رو دودون خورد. من خیلی وقته که دور این حرفا رو خیت کشیدم. کدوم حرفا؟ آخه شما که هنو حرف گوش نکردی. مگه اول این یارو قرفتی کم شعر رو برگو. ولی شما باز به حرفام گوش کنی. اگه اون برای دنیام بری من باز حرفمو بزنم. استغفرالله عجب بچه پرویی ها. اگه میدونستی دختره چقدر معصومه این شاغل باباچه دلش کرده این آبا سلمان. از اون گذشته اگه تو به داد اینجور آدما نرسی پس چه باید برسه؟ بیبی حسینی دیگه داری کفری میکنی ها. شما جمعش کفری میشی؟ پس اگه من داروغه محلم یا تو مادر یتیمونی. اگه یه توک بیای بالا همه چی رو واسط میگم. چند دفعه بهت بگم من دیگه گوشتم کنار. هر چی تو بگی نه توش نی، اما این یکی رو نه. بی پدر کاری میکنه که آقا کافیه که توک بیای بالا. اسم آقا الهی قربون جوش آوردنت. حسینی اسخر شیطون بیا پایین. برو دنبال کارت. بیبی مردمو چطوری دنبال برو انداختا. حسین دیدی یه توک بیای بالا. اما که آدم ندیده فرمتی ها این با عروسی نشونه. شما فقط یه توک بیای بالا همه چی درست میشه. بعد یه آبو فکری و آبرو و شرف و حیثیت ما رو بردی. همه فکر میکنم خدای نخواسته ما زبونمون داد که ریدی تو کارتونه. نمیام. اگه نه آهی تو رو میگیره. نمیام که نمیام که چی میشه؟ بول سلام مو باریتر از خنجر تیزر آهی تو رو میگیره. برو بابی خنجر مقدست قسم بیا بالا. منو که خنجر
آقای لاشری چرت نمی‌کنم پدر خودتون شق بکنی این مردم چجوری دوگانه برو تو بلم یا باید خونه من برید یا به جان من برسید آخه شما که نمیدونی یارو قوله واسه من جای آباد نداشته نمیخوای مردم اما برید یه جای خلوت تا بهت نشون بدم اسما رو دست انداختن چه مرتبه‌ای داره برو تو نشون. چرا دیر کردن؟ تا چند دقیقه دیگه پیدا شد. وای به حال اگه یارو گردن کلوف نباشه. از این جهت خیالتون راحت باشه. فقط چی؟ فقط سعی کنین کمتر پرت و پلا بگه قربان. مزخرف میگی. میبخشین قربان. آقا قسمت خیلی بدخلقه. گردن کلوف باشه من خودم خوشخلقش میکنم تو کاریت نباشه. اونش که هست. قربان دو تا کل مخملی اومدن میگم با شما کار دارن. زود باش بگو برم تو. عرض نکردم قربان قولشون قوله. شما فقط دربست برو تو هیکل. بذار ببینمشون تا بهت چقدر کیو میکنی؟ چکرم باش بعد غریبه اینجا غریبه؟ خانه بخوره چکرم این که قول دور مقویه. فقط نقشه رو فراموش نکنی قربان. تو نمیخواد به من یاد بدی؟ بله قربان. کاری میکنم که جیگرش سوراخ بشه. اون وقت هم مدارکمو به دست میارم هم دختره رو. بله ببینم چی کار میکنین قربان. میبینید اینه بفرمایین گلوی تازه کنیم. بفرمایین خواهش میکنم. بفرمایین رو حالا برو شربت بیار. برو شربت بیار پسر. خانه نگاه کن. دو تا آبلوی بزرگم واسه من آقا اسمال کار شده. آبلو؟ آره چطور مگه؟ والا نداری جورش کن. مگه نشتفتی جورش کن. شما بفرمایید آقای پابک بفرمایید. حالا که همه چیز رو میدونی پس گوش کن پسرکم. گوشم با شماست پدرکم. موضوع آبرو، شرف، حیثیت چندین و چند سالم در بینه. از اینا گذشته دخترم جیگرگوشم نمیدونم یهو چی شد که این مرتیکه قول بیابونی دخترم از راه بدر کرد و به این روز سیاه نشوندش. کاری کرده که دختره اصلا منو نمیشناسه. اصلا به یادش نمیاد که پدریم داره. یه شبم که رفتم از کافه بیارمش افتادم گیر اون مرتیکه از خدا بیخبر. اون وقت با مشت و لگد به این روزم انداخت. تماشا کنیم نگام کنیم. جلال خاله عجب دور زمونه ای شده ها. این دیگه چه جور مرضیه؟ مرض وحشتناک قربان. نه بابا جون شما جون عزیز جانه چیونه میگه خواهش میکنم این سرد باشین. این که غلطی نکرده تمام میکنم آروم باشین. آروم باشین آقای گردن کلون. رو حالا خواهش میکنم من در ایگانه رو نفهمین که چیزی از دهنش در اومد. اونو به بزرگواری خودتون ببخشین. خواهش میکنم لبتون حفظ کنید. آروم باشین. دکتر منظور بدی نداره. اون با تمام وجودش سعی میکنه که دخترم از این تله نجات پیدا کنه. این حرفا کدومه؟ برو کمیسری ازش عارض شو. جلدی میگیرنش و تعبیرت میدن. اگه این کار عملی بود که مزاحم شما نمیشدم. این کار فقط یک راه داره، اونم اینه که یه نفر باید دختره را عاشق خودش بکنه، بعدم بیارتش تو همین خونه تا به حال اول. خواهش میکنم آخ اسمال احتیاجی به این کار نیست. من ترتیبی دادم که کار خود به خود جور بشه. روح الله همه چیزو براتون میگه. ای حسین پابد نامرد. رومونو زمینه انداز آقا اسبا. لباسای خودم رو قایم کنیم. رو دو تا تخمی شم چشم قربان. قربان تو کلاته. به حرف نداره اسبل آقا. بگو تو میری. خاتون بمیره کلی رو دفتره اسبل آقا. اگه دروغ گفته باشی یا شقت میکنم نامرد باور پابد. بفرمایید اینقدر خوشگل شدیم که با یک نگاه دل هر دختری رو به لرزه در میاریم. لطفاً بپوشید. این دیگه چیه؟ مدل جیسون کینگ قربان. جلیسون کینگ دیگه خره کیه؟ بچه پاخته اسبل آقا انوچای هتگر لنکت داره. شناختمش بی پدره. واقعا عالی شد که از بهتر نمیشه. ایشالا دومانی دست ملقا. بله ایشالا دومانی دست ملقا. حسین پابد جان پابد خوشگله مگه نه؟ آره چطور مگه؟ قشنگه مگه نه؟ آره چطور مگه؟ به من میادش مگه نه؟ آره چطور مگه؟ پس یه دقیقه صبر کن تا من برگردم.
ذوالجلال و الاکرام. برو شهر خودت رحم کن باز جوش آورد. حسین پابت جان بابت. اما من میگم این قیافه واسه جاهل افت داره مگه نه؟ خب آره چطور مگه؟ دست دور بابات بی پدر پر رو تو سرتون چطور؟ کم نشی قربان. این بر سرت اون بر سرت بالای سرت هم با که سری شد ببینم خوشت میاد عزیز دل. اگه گردنم برگرده که حقتو کف دست این حرفا خوشگل شده که نگو بالادر اول بله رو میگه. به بلا که علی دیگه دارین پاک روی سگ منو بالا میارین. من کوچکتم. دارین کاری میکنین که آدم شرمش میاد 4 قدم تو خیابون راه بره. آخه نامرد پابت با اون افتضاحی که ما رو دم قصابخونه سوار کردین، اگه خدایی نکرده زبونم لال خانه یک از بچهای قصابخونه ما رو با این قیافه ببینن آخه چی میگن نالوتی؟ بریش ما نمیخندن؟ گلت میکنه قربان. شما درست میفرمایید اما آخه دختره که با اون ریخت و شمایل تحویلت نمیگیره. بله قربان. که چی میخوام بگم؟ راست میگه. دختر من مشکل پسند آقای اسیخان. من دخترمو میشناسم. میخوام 100 سال سیاه نگیره مردشور خودتون دخترتو ببرم. آقا از جنس لطیف بعدش میاد. خدا جون چه بامزه. ببینم بی پدر نامرد اگه یه دفعه دیگه پرت و پلا بگی و منگتو خمیر میکنم. حالیته؟ حالا کارتو بکن. خشن نباش عزیزم. الهی که قربون اون شکل ماهت برم خوشگل من. اگه چند دقیقه دیگه دندون جگر بذاری مثل که ماه میشی. بشین نازتو برم. بشین لولیتای گنده من. حسین پابت جان بابا. شنیدی که چی گفت مگه نه؟ آره چطور مگه؟ مثل این که این یارو قرفتیه یه چیزیش میشه مگه آره نه؟ چطور مگه؟ من میگم اگه کسی بفهمه واسه ما حرف در میارن و واسه جاهل افت داره مگه آره نه؟ چطور مگه؟ در جلو دستور من نیا. بلندش خوبه گل گل گل، چمندش خوبه چش چش چش، خمارش خوبه زن زن زن، لوندش خوبه هرچی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد، بچینش بچینش هرچی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد، بچینش بچینش. اینا رو بدیم به اون خانم بودو. احساسم باغ گلگل یاسم، من جنگل فرازم خوشگل یک آسم، گاهی با یه چشمک، گاهی با یه ابرو، گاهی با این نارنج، گاهی با این لیمو، دل میکنم آسون از این رو به اون رو، دل میکنم آسون از این رو به اون رو، هرچی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد، بچینش بچینش هرچی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد، بچینش بچینش. عجب حالیه جای آبجویی باشه. میشین بخورناکه بلندش خوبه زل، چمندش خوبه چش چش چش، خمارش خوبه زن زن زن، لوندش خوبه هرچی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد، بچینش بچینش هرچی که دیدنی شد، ببینش ببینش میوه که چیدنی شد، بچینش بچینش. من که نفهمیدی چی بهت گفتم
گفتم زیر میز کارشو بکن. گورخونده عزیز جونم دست تو رو میخونم میبرم لب چشمه تشنه برمیگردونم گورخونده عزیز جونم دست تو رو میخونم میبرم لب چشمه تشنه برمیگردونم گاهی بای چشمک گاهی بای ابرو گاهی بای نارنج گاهی بای لیمو دل میکنم آسون از این رو به اون رو دل میکنم آسون از این رو به اون رو هر چی که دیدنی شد ببینش ببینش میوه که چیدنی شد بچینش بچینش هر چی که دیدنی شد ببینش ببینش میوه که چیدنی شد بچینش بچینش. این جعبه رو یکی از مشتری‌ها فرستادن و گفتن بدین به خوشگل‌ترین زن این کاباره. اون میخواد شما رو ببینه. بازم یکی دیگه. خدای خسته شدم. ولی این یکی با اونای دیگه فرق داره. مثل اینکه خیلی پول داره. اون چیزی بو نبرده؟ نه مطمئن باشید خانم. با اجازه. به چی فکر میکنی؟ اینا رو قایم کن واسه روز مبادا. همیشه که آدم خوشگل جوانی. خدا یه جو شانس بده. واسه آدم گل میارن، جواهر میارن، مثل ریگ واسه آدم پول خرج میکنن. مسترش شکر. اگه یه خورده خوشگلی هم به ما میداد کافر میشه. این چیزا به چه درد میخوره؟ یه جو مردونگی و غیرت تو ذات هیچ کدوم از این قماش آدما نی. آدم تا خوشگله و آب زیر پوستش میخوانش، اما یه مو سفید که تو سرش پیدا میشه و 2 تا چروک زیر چشاش میفته عذرشو میخوام. حالینه فکرشم نکن، وقت ما همینه، هیچ کاریشم نمیشه کرد. من از این کار بدم میاد. دیگه داره از همه اینا عقب میگیره. حالا فهمیدی؟ دیگه دارم میترکم. صدا تو ببر. اما من اینجوری نیستم. ولی واسه تو فکر نمی کنم. من حقم از همین آدم ها میگیرم. آدم واسه زندگی کردن پول میخواد. من پولشون ازشون میگیرم. اون وقت همه چی مال ماست. اونا میرن زیر و ما میایم رو. باشه تا اون روز همدیگه رو میبینیم. زیاد حرف میزنی. زود باش خودتو آماده کن مهمون. نامرد پاک تو دلتو خالی کرده. تو خودتو باختی. خیلی هم باختی. میفهمی که چی میخوام بگم. سلام. سلام کردن. پس اینا رو تو فرستادی ها؟ قابلش شماره نداره. بگو ببینم واسه چی اومدی اینجا؟ چرا که نباید بیایم. هر کسی که شما رو یک نظر ببیند بندش پاره می شود. یعنی بند دلش پاره می شود. چی گفتم؟ شما مردا همه رو با همین حرفا سیاه میکنین. آره من کسی رو سیاه نمی کنم. خیلی خوب. حالا خوبه. چند وقته که دومات نشدی آقا پسر؟ استغفرالله ربی. بس کن زن. تو که هنوز منو نمیشناسی چرا اینجوری حرف میزنی؟ ده بنال بگو ببینم چی میخوای خلاصم کن. من خوشبختی تو رو میخوام. چیه؟ من از این عشقای سرریختیواری زیاد دیدم آخ پسر. بگو چه کلکی تو کارته؟ ببین چی بهت میگم دختر. من کلک ملک تو کارم نی. یه مرد داره باهات حرف میزنه. من اصلا حوصله این حرفا رو ندارم.
راست حسینی بگو از جون من چی میخوای؟ همین. راست حسینی من خاطرتو میخوام. آخه لابد خیلی هم دلت میخواد حرفاتو باور کنم. نه اینو بهت ثابت میکنم. چجوری؟ هر چی که بخوای بهت میدم. زمین، خونه، باغ، ویلا، ماشین، پول، جواهرات، هر چی که فکرشو بکنی. من میخوام تو رو از این نکبت بیرون بکشم. اینا رو ولش. خیلی دیگه من اینا دارن، عوضش خیلی چیزای دیگه ندارن. ما تو دلمون صفا داریم، وفا داریم، معرفت داریم. ما اگه به کسی قولی بدیم تا دینش تو قولمون وای میسیم. خوبه؟ تو هم من چی میدونی آخه؟ تو جوونی، خوشگلی. تو باید شوهر کنی، باید مادر بشی. مادری که بچه‌هاش به اسمت و نجابتش قسم بخورم. خیلی دلم میخواست باور کنم، اما دیگه دیر شده. واسه اینکه منم واسه خودم یک درگیریایی دارم. منم واسه خودم یک قصه هایی دارم. من اسیر یه آدمم، از اون آدمایی که شکمشو از خونه مثل من سیر میکنه. من آلودم. حالیته؟ باکت نباشه. تو فقط به من بگو که میخوای. هیچ از خدا بیخبری قدرت نداره چپ نگات بکنه. به ولو علی شقش شقش میکنم. چه شقش میکنم. بله با بهت نمیاد در این حرفا بزنی؟ تمرین میکنم، یاد میگیرم. دلم به حالت میسوزه. ببین اصلا من کاری ندارم که تو کی هستی و چی هستی، اما دلم نمیخواد واسه خاطر من تو هچل بیفتی. دلم نمیخواد دست و بالت بند بشه، دور منو خیط بکشی و بری سراغ یکی دیگه. تو امشب حتما باید با من باشی. من هر کاری که دلم بخواد میکنم، هیچکی هم نمیتونه بهم حکم کنه. حالا بهتر این آتاشخالا رو برداری و بزنی به چاک جده. من چیزی رو که بخشیدم دیگه پس نمیگیرم. اینا مال توه. حالا وقت داری که فکراتو بکنی. من بازم میبینمه. عزت زیاد. چرا دکش کردی؟ به نظر آدم بعدی نمی آمد. میدونی یهویی ازش خوشم اومد، گیر اون نامرد بیفته. آکی خدا. قشنگه نه؟ فکر میکنی چقدر میارزه؟ بدش به من، این دیگه مال خودمه. نکنه از مادر چلاقت به ارث بردی. اونش دیگه به تو مربوط نیست. تازگی ها خیلی زبون درازی میکنی. ببین تو این 3 سال آزگار هر چی که گفتی کردم. تو رو خدا بیا و دست از سر من و این مادر علیلم بردار. بگو ببینم اینو از کجا آوردی؟ اینو. آره اینو از پولی که جمع کردم خریدم. تو گورت کجاست که کفن داشته باشی؟ اگه تیکی تیکمم بکنی محاله که بهت بگم. حالا نشونت میدم. نه یکی از کی نه ممکن نیست که بهت بگم.
بکشی یا بکشم من. تو رو خدا ولش کن. من بهت میگم که کی بهش داده بهت میگم. تو میدونی آره همون پول داره که دیشب اومده بود کافه اینو براش فرستاده، کارتش هم زیر بالش منه. اون وقت تو هم گرفتی و واسه قایم کردی. آره محبوب جوونه جاهله اینجور چیزا رو دوست داره. آفه شپی تو اصلی که فراموش کردی با چک و سفتهایی که پیش من داره میتونم تا آخر خدا به تو یاد کنه مرد. راستم جوان مرد بود علی زمستون پارسال هوا زرد بود. چی بود؟ چی داره میگی نامرد؟ اینو مال شناقه دیگه. نخواستیم یه چیزی بسن میخوام بچرخم. فرصت بله بود. حق است. جمال تو بله ببخشید شما سلامت کردم قربان. گوشه خدمتتون چنین گفت و روستم به اسفندیان که من خوشم به نور سنگات بیان. قربان تلفن رخصت فرصت تلیف بفرمایید حتما قربان. از صابخونه است. خیر یه خانومه. خانومه؟ بری کیه؟ این خودشه یکی حرف بزن. الو آقای استیخان. جانم طرفه. چی بهش بگم؟ ببین چه کلکی دادی دست ما. تو که زغال فروشی سیاش کن دیگه باش قرار بزن. سلام عرض کردم مادمازل. اون که مادمازل نی. چی بگم؟ بانو بگو بانو. دیشب شما رو خیلی زحمت دادیم با بانو جان. زحمت دادیم کدوم تو داری بهش مطلق میگی؟ زحمت دادیم زشته. تو بهش میخوای تو سر. اختیار دارین، خجالت هم دادین. دشمنتون خجالت بکشه قوبل شما رو نداشت. حالا شد تلفن زدم هم تشکر کنم و هم ببینم اگر وقت دارین ببینمتون. لطفا گوشی خدمتتان داره راندوول میگیره. خب باش قرار بزن. واسه چی لال شدی؟ حرف بزن دیگه. اگه نمیبینی اونه که حرف نمیزنه. آخ خدا لعنتت کنه حسین پابد. زنی که دیوونه است یهو میزنه مفلمو میکنه. نه ترساق اسمال من باهاتم. بله بابا با کی حرف میزدین؟ داشتم با سکستر هم حرف میزدم. یه مادمازل میدیدی؟ حتما خیلی خوشگله. آره اگه شب بیاد بخوابه زلت آب بشه. مهو خانوم بالاخره فرمایش نکردین که کجا همدیگه رو ویزیک میکنیم؟ ساعت 5 کازباغ. میدونین که کجاست؟ آره بیلیرم. چی؟ هیچی بابا گفتم بیلیرم کجاست. خدا حافظ تا عصر. خوش اومده تا عصر. برو به خانه بالا بگو. بی پدر پابد ببین چه نونه تو دومن ما گذاشتی. خودت خواستی. آره جونم خودت خواستی آقا اسمال. بیارم تو چونت تو پنچر بشی. ناس الخناس. جان دردتون اومد قربان. یواشتر بولم یواشتر. چکرم. پس گفتی ساعت 5. آره سر ساعت 5 زیر کازباغ. دلم میخواد حسابی مواظب باشی که یه وقت کار به هم نخوره. شما مایه رد کن بقیهش با ما خاطونه. بسیار خوب باشه بیا فعلا اینو داشته باش تا بعد. بدش من نسیه نمیدم حتی به جناب علی. من خودم هم دنبالتون میام که هوای کار رو داشته باشم. دستم راجع به این موضوع آقا اسمال مرتفع نشه با. نه جونم مطمئن باش من درسم و فوت آبم. ای بلا دمت گرم ما رفتیم پشمت زیاد. بفرمایید قربان. پس چرا نمیای ما رو غلاب کردی؟ اومدیم بجام بیباته بجام خاک تو اون سرت بکنن چون آقا اسمال خان معطل شدن. مؤدب باش آقای پابک تو چقدر دستت هرزه. بیلی ما رو به چه قیافه‌ای در آوردن. آدم خجالت میکشه تو خیابون راه بره. قزوری بنده دم پنجره میشینم. گلاب براتون یه وقتی شکوفه تو. ببینم چی کار میکنی خب.
حاجی چکرم. سلام عرض میکنم. گیرم که سلام. خب که چی؟ این رسم است بالا شما بفرم بشینی بفرمایید سیدان پلیس کنید رسم بایز نه یالا حسن بنکو به چشم خواهری بزنم به تخته خیلی خوشگل شده این نیست حسین آقا؟ یه سور این آرسای خارجی با چه کامی میگیره از دیگاه خب گفتم که چی؟ حسین رسمه تسمه زود باش بنال ببینم واسه چی اومدی اینجا. شما خودتون فرمودید که بیایم خدمتتان. گوش کن آقا پسر، تو با این پول و پله‌ای که داری حیف نفله بشی. تو رو چه به دختر بازی؟ تو باس بری پی گردو بازیت بچه جون پاشو بکش دهنه رو. اسمان آقا ببینم سم مگه تو خودت نخواستی که من بیام اینجا؟ اسمان آقا حسرت جونم آدم قطعیه. تو خیال میکنی کی هستی جیگول بچه ننه؟ چی؟ خوش میره حسین. رسم رسم استغفرالله. میگم بگو ننت واسه خود اسفند توت کنه که چشت نزنم. چرا خود راضی؟ زود باش بزن به چاک عوضی. به جهنم. خیال میکنی نوبرش آوردی سن؟ وقت کردی خود خودتو تو آینه نگاه کن. بدم خدمتون خیلی هم دلت بخواد هیچ بری. من دلم بخواد تو دلت بخواد. نه خیر از اینم بخاری بلند نشد. باشو بزنیم به چاک. شما توجه نکردی چی رو توجه نکردم؟ نفهمیدید جد داماد دفعه اسم امیر هوشنگ خان کارو خراب کرد دیگه. خب هست یا تو ای امیر هوشنگ خان هست دیگه برو دام بجناش من دام بجناش پاشو مادر پاشو دواتو بخور پاشو. آخ خدا آخه بیا مادر جون. پیرشینن الهی یه خورده دیرتر رسیده بودیم مرده بودم. قصه نخور مادر، اگه تا فردا حالت بهتر نشد میبرمت دکتر. نه تو فکر خودت باشه از من دیگه گذشته. این چه حرفیه مادر؟ تا جون دارم کنیزی تو میکنم. خب ننه بگو ببینم حال و احوال تو به اون یارو پول داره گفتی؟ نه مادر، ترسیدم اگه بگم یارو باور نکنه. بعدش هم اگه یه وقت جواد بفهمه نذاره آب خوش از گرون پایین بره. خدا رو قسم میدم به انبیاش که روزگار اون نامرد و سیاه کنه. پس بهش چی گفتی ننه؟ یه جوری باش تا کردم که اگه 100 تا تلفنم بهش بزنم یکیشم جواب نده. خوب کاری کردی ننه، لااقل جون اون بیچاره رو خریدی. تو رو خدا جواد آقا نه به من رحم کن جواد آقا نه تو رو خدا آی تو رو خدا نه صحبت کن جواد آقا بزن که تقصیری نداره. عوض اون منو بزن. هر کاری میخوای بکن ولی به اون بدبخت کاری نداشته باش. منو بزن جواد آقا بسته تو رو خدا بسته. آخه اون بیچاره چگونه این کرده؟ حسین پابست جان پاود همه زورت همین بود؟ نه جونه نه توشم گاشتم تو خونه تارشی بیفته پس واسه اینه که اینقدر مگسی هستی. لا اله الا الله دیگه پاک شورشو در برده. هر کی ندونه فکر میکنه خدایی نکرده ننه من با این دیری رام داغ دارم. تارو کمونچه بله. خب پسرک نازنینم بنار پدرک وازلینم. بگو پروگرام امروزت چیه؟
نه من نه. بله حسین پابا تو فهمیدی رشید خان چی گفت؟ رشید خان گفت چیز دیگه. چی؟ چی یه گرام هم؟ مقصدش رادیوگرامته. کدوم رادیوگرام؟ رادیوگرام؟ نه بابا مقصودم برنامه امروزته. خب اینو از اول بگو. چیه؟ هیچی بازوبندم و میبندم و میرم سراغ کارم. پس تکلیف من چیه؟ پس دختر بیچاره این من چی میشه؟ اونش دیگه به خودت مربوطه. بهتره به دیوونه خونه خبر بدی. آقا اسمال آخه تفلکی دختر معصوم بیچاره گناه داره. چی رو گناه داره؟ نامرد از اولش کلوب بارمون کرد تا آخرش. دیدی؟ با شما کار دارن قربان. این دفعه دیگه حتما مگه نه؟ میگه اسمم محبوب است. یا قبل بلی باشه. بگوریسش. خواهش میکنم آقای گردن کلوب. تمنا میکنم فقط یه دقیقه. آقا جون آسر بابا. بابا دختر خلو دیوونه است. یهو دیدی یه کاری دستمون داد. جناب آقای گاوکش خواهش میکنم دلشون نشه. آره این دفعه هم باشه. بفرمایید جناب آقای گاوکش. احساس بذار تو حرفات. چیه؟ خیلی خواه. چیه؟ اسی خان میتونم امروز ببینمتون؟ با کلک یا بی کلک؟ نه بابا کلک چی؟ همون که سقه تو رو برج برداشتن. ساعت 5. کجا؟ همونجا. باشه ساعت 5 همونجا. خب فعلا خداحافظ. فعلا خوش اومدی. هر جا که رفت ولش نمی کنی. امشب باز هر طوری شده بری خوناش. مثل سایه تعقیبش میکنم. با اجازه. منظور؟ بابا رو تو شد. تو دیگه کی هستی؟ انگار نه انگار که ما با هم قرار داشتیم. آها داد نزن. صدات بعد کافی بلند هست. آره والا چکرم. مثل که خیلی دوست داری به حرف مردم گوش کنی. اینا آقا لال تشریف دارن. نه خیر مثل که کرم تشریف دارن. راستش میدونی چی آقا پسر؟ من دنبال یه مرد میگردم. یه مرد که بتونه از خودش دفاع کنه. چطور که؟ ما مرد نیستی. چرا؟ ولی از اون مردایی که شلوارشون باید یکی دیگه پاش کنه. باز کن زن دیگه داری خیلی عوضی میری ها. تو بحث دیگه مگه حرف حساب سرت نمیشه. بذار راحت عشقشونو بکنن. اگه دلخوری بگی بکش پشت داره. اصلا میدونی چیه؟ مردای مثل تو فقط به درد این میخورن که تایی ماشینشون بشینن و نم بدن. جرأت این که توی یه بچه وایسن ندارن. حالا که کشیدی پشت داری و عصبانیتت فروکش کرد دلم میخواد این سکرم خم کنی. سکر؟ دیگه خم کن. بنده که عرض کردم عرضی ندارم. جون مادر دور مرا توی بکش آقای اونو. شیطونه که چی بزنم یه بچه هم نمیتونه بزنم. ما بچه محلا اسفل اقا بذار ما رقصمونه بکنیم. چرا جان با این جاله رو بزنیم بیرون. بذار رقصمونه بکنیم. یا باز که حسین پابدی رو برد. باشه این منم بله ببینم نه رخار. چه کچل شدی؟
استیخان باز چه کلکی جور کردی زن؟ نه وایسا چیه؟ باور کن کلکی تو کارم نیست، میخوام باهات حرف بزنم. از همون حرفای کلفتی که تو کافه خروار بارمون کردی آره؟ ولی من یکی دیگه زیر باربرا نیستم. استیخان خیلی خوشم اومد آقای استیخان. تکونگیش خان خرکی زن، اسم من اسمانه، این همه را رو اومدی که همینه بگی؟ خب باقیش هم بگی آقا اسمان. راستش من الان درست نمیدونم که تو کی هستی و چی هستی. فقط چی فکر میکنم این ریخت و قیافه با این فرم حرف زدم تو کت من یکی نمیره که نمیره. حالیته که چی میخوام بگم؟ آره با حالیم زن، بگونم چی میخوا بگی؟ دفعه اولی که تو صورت خونه دیدمت خیال کردم یکی از اون بچه ژیگولای خرپولی. ازت خوشم اومده، اما میترسیدم گیر اون نامرد از خدا بی خبر بیفتی و اون وقت هم زندگی تو داغون کنه هم جون تو مفت و مسلم از دست بدی. واسه خاطر همینم سرتو کوبیدم به تاق. دست خوشاکی حالا دیگه سر ما رو میکوبی به تاق. ای والا با دست شما درد نکنه. ببینم اون کیه که اینقدر ازش میترسی؟ یادم یه قول بیشاخ و دام، ولی با همه آدمای دیگه فرق داره. آره خیلی هم فرق داره، انگاری از آدمای اصل حجره. بله. دوستش داری؟ وای مرد شورشو ببرم. من که آخر عمرش آقاست ما تو خفه. چشم قرار. ببینم پس چرا خودتو آزاد نمی کنی؟ پس شما چی کاره آقاست ما؟ چشم امید ما به شماست. درد من اینجاست که نمیشه. چرا اگه تو بخوای میشه؟ آخه زورم تو این کافه اون کافه برقصم که مال هر کس و ناکسی باشه که پولامو بگیره، بعدش هم یکی یکی اون بدبختا رو تا اونجایی که بتونه میدوشه. اگه بخوان جلوش بایسن کاری میکنه که رب و ربشون رو یاد کنن، ولی وقتا هم بیچاره ها زیر دست و پاش جون میدن. مگه فیله؟ از فیلم بدتر. اگه مجبور نبودم خودمو میکشتم و از شرش خلاص میشدم، اما به خاطر مادرم نمیتونم. اگه تو بخوای کاری میکنم که دیگه هیچ وقت دور و برت نپلکه. آره آبجی فکریاتش هم نکن. ای والا تو قولومی رو خوب کنفش کردی، اما اونو چی؟ اون به این سادگی دست برداری؟ باکت نباشه زن، دید باشه شاخشو میشکنم. شایدم تونستی، ولی میدونی من میترسم اگه اون زخمی بشه بعدش دیگه کارمون تمومه. نه ترسن، آقسمان داهاته. تو نخند. پس بذار یه چیزی رو بهت بگم. من واسه خاطر این دنبالت دراز شدم که کمکم کنی. پس بذار منم یه چیزی رو بهت بگم. از امروز چیگر میخوام بتونه یه نظر نگات کنه. به فلاوی علی شقش میکنم. گفتم تو نخند. پس کمکم میکنی؟ قول میدی؟ آره قول میدم. آره اصلا فکریاتش هم نکن، باکت نباشه. جون شما اگه آقا اسمان اجازه بدن میرم جنازه‌ش واسط برمیدارم میارم. مرتبطی چی میخوام بگم؟ نامردا همین الان نمیرن. کردم آقا اسمان افتاد. میارم. جمالت داخل کنم. ولی کلا نوت نکنم چی؟ بده لیبه مولا چرا خدا نگاه چفتی؟ مایلی
کردی حرف کردی دست بردی شرم مایم خوشتون کردم یلا مادر شوره پارنه شده یلا مادر جدید برشتا ترسیدی آره؟ خب هرچی فکر میکنم بعضی کارات اصلا به پولدارا شبیه نیست. چطور مگه؟ آخه میدونی آدمای پولداری مثل تو همش دلشون میخواد برن جاهای گرون قیمت، اما تو اینجور نیستی. تو همون جورایی که میگفتم نیستی. درسته یا نه؟ مگه گفتم من چجوریم؟ هیچی فقط تو خدا بگو. میدونی چیه محبوبه؟ من اصلا از قماش شماها نیستم. در واقع من یه آدم اجاره ایم. من که از حرفات سر در نمیارم. یه خود روشن‌تر حرف بزن. اگه میدونستم اینجوری گرفتارت میشم اصلا پاپی قضیه نمیشدم. تو از چی حرف میزنی؟ کدوم قضیه؟ تو دختر آدم سرشناسی هستی. حیفه که تو کافه میرقصی. از حرفات سر در نمیارم. مثل که راست راستی زده به کله. من یا تو؟ تو که دست از خونه و زندگی و بابات برداشتی و چسبیدی به اون مرد که گردن کلوف. من فقط تو دنیا یه مادر چلاق دارم با یه مش چیپ و سفته که تا عمر دارم باید اسیر جواد باشم. بابا چی؟ رشید خانو میگم. رشید خان که؟ بابای من 3 ساله که مرده؟ همه این حرفا دروغه؟ تو دیوونه نیستی؟ دیوونه؟ دیوونه جد آبادشونه. کی این غلطو کرده؟ ساکت فعلا صداشو در نیار تا به موقعش. حالا پشو بریم یه چیزی بخوریم که گلومون داره خوش میشه. راستش من از اول تا حالا خیال میکردم تو دیوونه ای. تا یه کار عوضی میکردیم دهنم آب میشد. نکنم جی. امروز بهترین روز زندگی من بود. مالا من بود. هیچ وقت یادم نمیره. نوکرتم. خدا نکنه. کاش اصلا تو رو ندیده بودم. مصاب تو شکر. از همون روز اول علافت شدم. خاطر تو خیلی میخواد. دلم میخواد به من اعتماد کنی زن. ما دلمان با زبان ما یکیست. من به تو اعتماد کردم اسمان. اما نمیدونم چرا دلم بی خودی شور میزنه. خب عاشق شدی دیگه. واسه همینه که دل شور میزنه. گره مگره. پس بزا بزنه به جهنم. ایزن دوست دارم. ما هم داریم. آخر خطره. بفرمایید خوش کردی. خیلی خوش گذشت. چقدر خندیدی. میخوام من دنبالت بیام. نه تو نباید بیای. میخوای حسینی رو دنبالت کنم؟ چه دنباله میخواد چیکار کنه آقا اسم؟ یا امام فرید دست نه باید تنها برم. اگه یه وقت اونو ببینه اون راست میگه آقا اسم. صورت خوشی نداره. بهتره که تنها بره. آره زد زیاد. پس مواظب خودت باش. باشه. چیه؟ خب فعلا خداحافظ. خب فعلا خوش اومدی. قربونتون. قربان تو. مبارکا باشه. شاکرم آقا اسم. شاکری ها؟ عرض
بدی کردم. نامرد منو سیاه میکنی آره؟ اختیار دارین آقا اسمال من سرساجه که باشه. باز کی بود که میگفت دختر رشید خان دیوون است و مرض رقاصی داره؟ یارو چیز خوره شرد ناروتی. ناکس بند آب داره. آخه میدونی اسمال آقا؟ نه نمیدونم. منم خیال میکردم یارو راست میگه. بی پدر من میدونم که تمام این کلکا زیر سر توه. به موقعش برای به سرت بیارم که تا حالا یه همچین معامله ای رو هیچ مسلمونی با هیچ کافری نکرده باشه. دستم به دومره اسمال آقا. باور کن که من بیگناهم. ببندر موالو. مرگم بده الهی. چی شده مادر جون؟ مادر جون این خونه چی؟ مادر کی اینجوریت کرده؟ هیچکی ننه اومدم بلنشم یهو خوردم زمین. نکنه اون نکبت اینجوری کرده باشه. نه بهت گفتم که خوردم زمین. عوض این حرفا یه خورده آب بده به من. تشنمه ننه. زنی که عاشق میشه و دل میبنده مادر رو میخواد چیکار؟ پس بی شرف رازم کساب حیف اسم مرد رو جا گذاشتن. ای پس فطرت چی میخوای از جون ما؟ تا کی میخوای خونه ما رو؟ بلش کن قاتل میکشی. گلومو مل کن. برم کن بی شرف خفن کردی. برم کن. اینم یه جفت بند. این یه جفت اینم یه جفت. افشارت هم بستم. منو اول کار اوستا شتاب نکن. آره تا ستا بریز. اینم جواب جفت پنجت. عرض نکردم اول کاره نخوابیدی شب درازه جفت 4 6 خونت هم کیپ شد. اوستا رو باش. چیه؟ کجایی آقا اسمان؟ تاست شماست. خیلی دیر کرده دلم داره شور میزنه. نکنه خدایی نکرده. نه با خیالات برات داشته. هر جا باشه دیگه پیداش میشی تاست شما. آره حسین جانه حسین پشو یه تکبا برو کافه یه سرگوشی آب بده. مگه نشنفتی چی گفتم؟ گفتم پشو برو جلدی و برگرد. هرچی تو بگی نه توش نی اما این یکی رو نه. چیه تو مگه؟ راستش خوش نرم پامو بذارم تو اون کاف فقط. حالا رو حرف ما هم حرف میزنی؟ نه جون آقا اسمال مقصودم این نی. راستش خاطره خوش اون کافه نرم. یا خوش یا ناخوش آقا اسمالت میخواد که یه تکبا پشی بری. حالا که تو میخوای حرف توش نی باش. پدر عشق بسوزه. چی داری میگی مرد؟ خاطرش خیلی میخوای نه؟ آره خیلی نوکرشم. ما رفتیم ما رو نهیدی حلالمون کو. دست علی به همراه رفیق برو. به سلامت. الوداع. به سلامت.
تا این چیه دیگه؟ خدا انتقامم ازت بگیره. نفهمیدم کی اینجوریت کرده؟ کی این بنا رو سرت بوده؟ چشاش خون گرفته بود. کی؟ از کی حرف میزنی؟ اینو گوریل داشت پرپرم میکرد. کافه تا در خونه میگم کجا؟ کیو میگی؟ ده حرف بزن. قوله رو بگم. هم محبوبرم اون نذاشته که بیا. چی خیال کرده؟ فکر میکنه با کی طرفه؟ حالا نشونش میدم. نه آقا اسمان صبر کن، اون خیلی خطرناک. بی خیالش همه اینا زیر سر توه. من همه چیزو میدونم که محبوب دیوونه نیست. میدونم که تو اصلا دختری به اون اسم نداری. از اولش هم نماس این کار قبول میکردم، ولی حالا دیر نشده. اول تو میخواستی که با جواز سرشاخ بشم، اما حالا این خودمم که باز تصفیه کنم. فهمیدی؟ ها چیه؟ یه دقیقه صبر کن، منم باید میام. همون یه دفعه که اومدی واسه 100 پشتت کافیه. آقا اسمان صبر کن، منم باید میام. خوش می‌خوایم ببینم. بلند شو. تکون بده خودتو. ببین اون. خرم ها کرگی جون نرس آقا اسمان. نه جون آقا اسمان دور من سینه خاردار بکش. من میشینم همینجا تا شما برین و برگردین. اینطوری بهتره. میگم پاشو بیا. 1 میلیون تومنم بهم بدم پامو تو اون کافه نمیذارم که نمیذارم. جهنم بی بوته. بله خودمم. افتخارم میکنم که بی بوتم. اینطوری خیلی بهتره. خدا سپردمش به خودت. دعا کن سالم برگرده. دعا کن سالم برگرده. خدایا خودت حفظش کن. بگیرد من زمین کجا داری من میخوای که با تو نیستم پولی بازی دار نیار. دیگه تموم شد. همه چی تموم شد. از حالا به بعد لوتی میخوام که بتونه چپ نگات کنه. تو نباید خودتو به خطر بندازی. تو جوادو نمیشناسی تا اون بر دنیام که شده میاد. خندیدیم. سگ کی باشه عزیزم؟ قیمه قیمش میخونم. برو تو آرشو. تو آرشو میگم. کار اینقدر دار فریاد ها ندازانیو. بدا نگرد به تبدیل بشم بی خود برو ساکت. خیلی خوب. ساکت. میده سر من؟ وای سلامت سر
سلام پسرکم. سلام پدرکم. این چه بساطی راه انداختی؟ والا امشب هر طوری شده میگیریم. خیلی خوب، باز که یه آتش خالا دستتونه. شما که اونو نمیشناسین تا زیل کمش هم هست قربان. خدا یه پول درست حسابی به من و یه عقلی هم به تو بده. الهی آمین. بریم بگیریم به کپی زود باشه بزنیم به دیر وقته. تو فکر خودت باش پدرکم. برو ببینم خلوت کو از باد بیاد. بریم رشید خان. بریم رشید خان. چیه؟ تو چرا زوزه میکشی؟ چیه؟ خوب آدمی بودی منو حلال کن. اگه کاری با کسی داری بگو رو چشم انجام میدم. طلبی چیزی از کسی نداری ما بگیریم خرج کنیم. مگه زده به کلت من؟ ببین چه نره من غریبه می در وردی ها. بعد 20 سال رفاقت دوست داشتم عروسی تو ببین. بس کن دیگه مرد. خدا بیاورزتت نور به قبرت ببار. یالا پاک زده ملش. بیایی توشه آخرتت. یه شب عروسیت. گوشیه؟ نه اینجا نه، تو اتاق بازش کن. برو تو اتاق. خیلی خوب دیگه، برو بگی بکپ. برو ببینم. خداحافظ. دیدار به قیومت. سر پل سلات بزرگ. از بس زدنش پاک عقلشو از دست داده. میبینی؟ بریم عزیزم، بریم سر کار خودمون. بریم. یلا بده پشتر. ببینم چه کامه کجا. این سنگری به جایی که هست. برو ببینم میخوام از دیوار چین محکم‌تر باشه. صندلی بدورا. پنج بوکس توپاز زنجیر. هدیه عروسی رو باش. انگام رو میریم جنگ. هدیه چیه؟ من میترسم، خیلی هم میترسم. چی میترسی زن؟ اسمانت کنون نمورده بریم سر کارمون. وقتی گفتم زنجیر تو باز فوری زنجیر رو بندازی به پاش. من حواسم جمعه. از زنجیر مال تو. خاتونم باز طرف رو بندازه و فیتیل پیچش بکنه. حواسم جمع. چماقم مال من. اینم یه میختویله دیگه، اینم یکی. چیه؟ پس برق رو خاموش نکن. فکر میکنی با کی طرفی زن؟ بیکی راحت بخواب. ولی در رو میبندم که راحت بخوابی. یه صدای پا میاد. از کجا؟ صدایی نمیاد. نه صدایی نمیاد. باید از زمین گوش کنی، نه از بیپال. بول آقا گوش به زمین. نازتو برم الهی. چی میشد اگه زودتر دیده بودم؟ خیلی دوست دارم اسی. اسمال بهتره. اومدم. اینجوری که نمیاد. چجوری میاد؟ آخه میگه چیکار کنم؟ ای خاتون تو در قفل کن تا برق خاموش کن. آقای پابد بذار برق روشن باشه خواهش. ای کله پوچه که برق روشن باشه عوض این که بره خیره اسمال بگیره میاد ماسخوری ما رو میگیره. درست ماسخوری در خطر. خاموش کن. ماسخوری در خطره. یالا خاموش. تاریکی ماست. یه ترتیب قد پشت بر من سنگر بگیریم. باب چنو میرم. چی بغلت کنم باید تو کجا بیزو شدو گازه این سب کن ببینم.
من دارم در باز میکنم. این خاک بر سرت بخورم. من دارم در باز که تو برو در باز کن. بل من به تو میگم تو به شاگردم میگی. الحمدلله که رفت. تازه فهمیدم که همزوری چند سالی بود چی کتکی نخورده بودم. آخی با این شکل و شمایل نکنی کسی ما رو ببینه واسه جاهل مفت داره. خدایا کسی ما رو نبینه. بسم الله الرحمن الله اکبر. جلال خالق دادی بیداد. اوستا خدا نصیب گرگه بیابون نکنه. بی اوستا اسم آقا رو شهید کرده. اسم آقا خدا کنه مقطوع نسل نشه. بعد جوری لطو پارش کرد. بمیرم برات اوستا. زدی نامه آقا اسمان. اسمان آقا جون. آقا اسمان اتفاقی افتاده؟ نه با چیزی نی، فقط 5 ساعته که بیهوشه. محبوبه کو اون کجاست؟ قوله عینه و کینگ کونگ بغلش کرد و برد. ای نامرد نالوتی ژیگولو گیر آورد. نشونش میدم. لباس جاهلی های منو برده بیا. صبر کن لااقل حالا جا بیاد بعد آقا اسمان. زیادی حرف میزنی زبونتو قیچی میکنم. ببخشید خیال کرده با بچه محصل طرفه.
دوره نامردیه نه؟ کارناس میچشه قول بازی در میاره زنجیر تو با نکن زنده باشی آقا اسمان زنده باشی حسن پاور جان پاور از اون قیافه خوشت بیاد این بالبال درخت نارگیله جون اسمال آقا ما کلی عشق کردیم ببین بی پدر ببین بی مادر بعدش دیگه نوبت توه تو از این برنامه ها واسه اسمان جور نکنی آقام دارم این شهامت شما رو از جاد نخواهم برد پسرکم مین بده مین گوش کن چی میگم پیری من با تو شوخی مادری ندارم اگه یه دفعه دیگه بگی پسرکم خار و مادر تو برسات میشونم چی فهم شد؟ کن دیگه عزیزم دیگه همه چی تموم شد تا اسمانو داری دیگه غم نداری دوست دارم اسمان حاضرم یه عمر کنیزی تو بکنم تو بکن خانومی بکن مبارک اسمال آقا مبارکه چی شد؟ ببن فک تو تا زنجیریت نکردم